اگه یادتون باشه داخل چند تا ویدیوی قبلی من نوشتم که اگر ایده چیزی خاصی اگر دارید داخل کامنت بنویسید که با هم دیگه درست کنیم. محمد مهدی یکی از سابایی با معرفتمون نوشت سنباده برقی با هارد کامپیوتر چطوره؟ خوبه ولی من هاردشو ندارم. اما داخل نظرسنجی که گذاشته بودیم درباره که پروژه بعدی چی باشه، رأی اول که پنکیک چراغدار رأی آورد که درستش کردیم و رأی بعدی یعنی رأی دوم دستگاه برش. پس امروز ما باید هم سنباده برقی درست کنیم و هم دستگاه برش. چطور این دوتا رو میکسش کنیم؟ پس امروز قراره که یه دستگاهی درست کنیم که هم سنباده برقی داشته باشه و هم دستگاه برش، اونم فقط با یه دره. بریم سراغ. ما باید با این دوتا اندیه کارمون رو جمع کنیم. Never since a nigga was a seed, only thing promised to me was the penitentiary. Still ballin', riding on these niggas cause they lame. In the 6-1 Chevy, still heavy in this game. Can you feel me? Blame it on my mama, I'm a thug nigga. Up before the sun rise, quicker than the drug dealers. Tell me if it's on. Nigga, then we first the ball bust on these bitch made niggas. Sit 'em up, west side. Ain't nobody love me as a broke nigga. Finger on the trigger, Lord forgive me if I smoke it. I let my female strap, the fucker from the back. I keep my currency in stacks. California's where I'm at. Riding, pass by while these niggas wonder why I got shot but didn't die. Let them see who's next to try. Did I try? Hell nah, nigga, tear shit. For all my homies in the pen, many peers dead, niggas still ballin'. Got your girl in the bed, shake, choosy, love go back on a Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choosy, love go back on a Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choosy, love go back on a Tuesday. Got your girl in the bed, shake, choosy, love go back. ما اینجا رو برش زدیم و اینم به این حالت در آوردیم و بریم سراغ پایه‌اش و کفش. یکی بورینگ 8 گذاشتم داخل این و پیچ 8 هم هست، این دو سر رزوه پیچ 8 و بورینگ 8 هم گذاشتم و تا یه جا قلابش میکنم تا راحت‌تر و روون به چرخه. اینجا برای بوربرینگش ما باید یه حرکتی بزنیم، نمیتونیم به چوب وصلش کنیم. می‌خواستیم با گردبرد ببریم که گردبرد اصلا پکید و سایزش هم نبود در واقع. به خاطر همین اومدیم یه ایده‌ای زد به سرم که اومدم 2 تا لوله آب برداشتم به اندازه 2 سانت، 2 تا دونه برش زدم و اینا رو قراره که از وسط دوباره برش بزنم و اندازه این بوربرینگ دورش رو با حرارت درست کنم و با پیچ به اینا وصل کنم و وصل همین چوبه کنم و اینجوری پایه قوی خیلی شیک و مجلسی براش بسازم. ببینیم چی در میاد.
نوبتی هم که باشه، نوبتی اینه که بریم 2 تا بستایی که یه جورایی درست کردیم و به سر این ببندیم و سرویس شد تا اینو بکنم داخلش. دیگه سرم داره میپکه در این حد. از ساعت 8 تا الان دارم یه سری کار میکنم، فقط ویدیوهایی که کارهایی که انجام دادم رو دارم مثلا برای شما میذارم. فکر کنم فقط همین 1 ساعت وقت منو برد، فقط همین. و اینا هم رفتم وسیله شو رفتم هی دونه دونه رفتم خریدم، مثلا رفتم دیدم اینش ندارم، رفتم خریدم، هی رفتم حدود فکر کنم الان ساعت 1، از ساعت 8 تا 1 من یه سری داشتم کار میکردم و دارم میپکم از سردرد. خاطر همینا میذاریم بره فردا و امروز که اصلا نمیتونم بریم بره فردا. وضعیت حیات داشتم تستش میکردم، دستگاه بارشی که من اینجا درست کردم فکر میکنم یه جا دیگه قبلا اینجا دیده بودم، یه چیز آشناییه برام. بریم برای حیات رو تمیز کنیم دیگه. من گفته بودم که لبش پریده بود، من اینجا نشونتون دادم نکنید به شوخ رفته. میدونم وقتی که اینو درست کردم دیگه کارم راحت میشه، راحت الانش سختی که سرم درد گرفت و اصلا پکیدم گذاشتم بره فردا. من هیچ وقت کارامو نمیذارم بره فردا، همون یه سری میرم تو آخرش، ولی نمیدونم سر این چرا اینجوری شدم. خسته گفته فقط سر همین، سر این و سر دیگه این اینا رو تو هم دیگه پیچ نمیرفت، پیچه دلره هی بوکسوات میکرد داخلش، اصلا افتضاح. و نکنه اینم که میدونید قضیهش چیه، اینجوری میره داخلش، اینجوری اینم وقتی میچرخه اینم اینجوری اصلا عالی. ولی میدونم وقتی که این درست شد کارم مثل آب خوردن دیگه. کارهایی که انجام میدم مثلا پروژه هایی که دارم داشتم میگفتم هرچی داخل این بک‌گراندم اضافه بشه که اضافه شه، یعنی مثلا اینجا سنجاق شده یا عکسای این و طراحیاش که با مداد کشیدم اینجا سنجاق شده، یعنی که در آینده نه چندان دوری قراره که بریم سراغ این پروژه ها. و اینجا بک‌گراندی که درست کردیم با وسیله‌ای که کامل درست کردیم، یعنی خودم درست کردم، اینجا درست کردم. این تسلا هم گذاشتم این بغل و این بچه رئیس و راستی من داخل چنل، یعنی قبلا که چنل ترسناک داشتم، یعنی میتونم یه ویدیوهای ترسناکی هنوز بگیرم. اگر موافقید داخل کامنت بنویسید که یکی ویدیوی ترسناک ردیف کنیم، برای یکی ویدیو بریم سراغ اظهار رو این ویدیو برده. تو اتاق کوچیک دارم این کارا میکنم. بچه‌ها سابیاتون نرم، میخوایم بریسیم الان فکر کنم 60 خورده ای هستیم، بریم برای 70 دیگه بریم سراغش. 3 روز گذشت، رفتم یکی استیلبور خریدم، استیلبور و 2 تا از این بستا، از این بستایی برای شلنگه اینجوری بسته میشه برای اینجا جای مثل این که گذاشتم برای همین بولورینگی که در نره. اینجوری 2 تا پیچ میزنیم، من اینجا یکی پیچش زدم تا در نره. بریم این طرفش هم بزنیم، نه صبر کن، اینا با در بیاریم، استیلبورش عوض کنیم چون که لبهاش خورده. نیا کنیم لبهاش رفته اینجا، چون که لبهاش رفته یکی استیل نو میذاریم روش و اینو میبندیم و پایه ها رو درست میکنیم، اینو میذاریم سر جاشو و دستگاه برشمون تموم میشه. بریم سراغ ساختش، بریم برای ادامه ساخت. و قرار شد که ما این استیلبور رو عوض کنیم چون که لباش خورده و با درش بریم. اینو یه ذره خمش میکنم اینجوری و یه فشار یه شیکا مجلسی. اول باید این بولورینگ رو درش بیاریم. خب یکیشو میذاریم داخل این و اون یکیشو نسبت به این تنظیم کنیم که چقدر باید اون بر باشه تا قشنگ فیکس وسط بیفته. اوکی، همه چیش اوکیه. حالا
اینجا رو با همین میزنیم کشیم بالاتر تا بتونی اینجا پیچش کنیم، برعکسش کنیم و یکی و اینجا رو باید پیچ کنیم. این چارتا رو من گلش بزنم و فریزش که خوب کار کرد، واقعا تونست اینو ببره، ولی سنبادهش مثل این که خوب در نیومده، باید یه فکر دیگه ای برداریم. یه چیز براش ببریم برای همین تا شکل به جای این تا شکل بیاد بره داخل، این هم وسطش همین راحتی. راحت این دوتا حرف باشه این خودش میشه، اصلا کاری این نداره. پس ما این حرکت که زدیم هم اشتباه.
به این تمیزی هم ساماده کاری هم فرز با هم دیگه یه جا یه شیک و مجلسی درست کردیم. خیلی کارامون رو میتونه راه بندازه. و این از ترکیب دستگاه برش و ساماده برقی که تز محمد مهدی بود. خیلی دمش گرم که این تز بهمون داد. خیلی کارامون با این حرکتی که بهمون گفت و ساماده برقی و دستگاه برش به خودم بود ولی ساماده برقیش ایده خیلی جالبی بود و خیلی ممنون که داخل کامنت ها شرکت کرد و ایده خودش رو نوشت و ما ایدهش رو ساختیم. و اگر تو هم یه ایده خیلی خفنی داری که به درد کارمون میخوره حتما داخل کامنت ها بنویس که داخل یکی از ویدیوها ایده تو رو بسازم. تا ویدیوی بعدی فعلا خداحافظ.